سلام دوستان عزیز، این برنامه لذت است از شبکه سفینه. موافق حسابات آماری از 1003 نفر اهالی سیاره زمین سراینده است و وقتی که سراینده زیاد گردید البته سرود زیاد میگردد. وقتی که سرود زیاد شد بشوبه خرسندی نیز زیاد میگردد. میمون امروزه برنامه لذت سراینده است، سراینده که سرودهای خیلی جذاب دارد. اینم باشد زرینه هاشمی. بار دیگر شما رو خوش آمدید میگویم به برنامه لذت زرینه و سخن افتتاحی به شما و مخلصان شما رو انتظارم که چی گفتنی دارید با آنها. مرحمت. تشکر زیاد. سلام و درودی به پایان خودم را به مخلصان برنامه لذت و تماشابینان عزیز میرسانم. خیلی خوب و فکر میکنم که مخلصان نیز از دیدن شما خیلی شاد گشتند و در برابر سرودهای خیلی خوبی شما فکر میکنم که انتظارن که زرینه کدام خوراک را امروز آماده میسازد و من الکی پای بردم در برابر مخلصان و فکر میکنم شما مخلصان عزیز نیز الکی احساس کردید که در اینجا حتما یگان نمودی خوراک ملی تاجیکی را زرینه برای ما آماده میسازند و از دهان خود آنها میفهمیم که کدام خوراک را شما آماده میسازید. مرحمت. البته ما امروز تصمیم گرفتیم که در برنامه یک خوراکی را آماده سازیم که با فکرم که این خوراک قریب که از بین رفته است. بله، خوراک ملی تاجیکی نامش کوچی می باشد. نامش کوچی. فکر میکنم که در برابر شنیدن این نام آن نفرانی که این خوراک رو نچشیدند باره هم آماده نکردند برای آنها خیلی جالب است که کدام خوراک است و کدام محصولات ها برای این
استفاده می شود. دوستان عزیز، بار دیگر شما را خاطر رسان می نماییم که امروز زرینه برای ما یک خوراک خیلی قدیمی تاجیکی را آماده می سازد، نامش کوچی و شما حتما زود قلم و دفترهای خود را گرفته نامنویس کنید کدام محصولات ها برای این خوراک استفاده می شود. تمامی که ما امروز آماده می سازیم نه اونقدر محصولات های زیاد در کار است. مثلا بسیارتر این طعام رو با اردی آسیابی میگیم، اردی گندمی. بله، اردی نوع دوم. نوع دوم. بله. یعنی شما گفتنیت که محصولات اساسی این خوراک ارد است. همین طور ارد. در برابر ارد باز چی؟ ارد، آب، نمک و بعداً شیر و مسکه. شیر و مسکه. خب شروع میکنیم. بله. اول چی باید کرد؟ خب فکر میکنم که به شبهه تفتون رو در کدام درجه بلند باشد یا که پست باشد؟ نه پست نه بلند. میانه. بله. خب تفتون رو گذاشتیم. با چیکار میکنیم؟ آب شیر گرم در کار. آب شیر گرم. در اینجا حالا دو کاسه گرم آب جوش آمدگی در کار نیست. اگر ما آب جوش آمدگی رو استفاده کنیم خوب آماده نمی شود. یعنی که آمیخته شوی، آمیخته کنی ارد کمی مشکل میگردد. بله بله. خوب آمیخته نمیگردد. خب باز برای چی ماس خوراک کوچی، برای چی اگون خوراک نو برآمد نبو، خوراکی که تاریخ خیلی و خیلی قدیم دارد؟ البته این خوراک رو میگفتند که حضرت سلطان ویس قرنی دوست می داشته است. به همین خاطر بله. جمشید جان حالا به من امون چوبچه در کار. انا همین چیز برای کوفتن این خوراک لازم می آید و نام این چوب رو خودی زرینه گفتن و من نیز میدونم چی است زرینه؟ کلتک. ما با کلتک خوراک رو الان من شروع کنم؟ بله، آرد رو من میریزم، شما کوبید. مثل که بله. من خود رو در قایق احساس کرده ایستادم. دیرو تست کردن. شما یک بار با من نشون دید و من وقتی که ما این رو باید زودتر هم نه یعنی که میکوبیم، چون که نه تیز نه سستی سست. بله. اساساً این طعام با ارد سیاه آسان‌تر است. با ارد سفید هم بله، با ارد سفید هم تیار میکنند اما کارش مشکل‌تر میشود. مشکل‌تر میگردد. بله. من مثل قایقران ها داشتم کلتک رو و شما باشد مثل قلم. خب کمتر نمک در کار. مرحمت برای شما نمک. و شما گفتید که باید 1 ثانیه نایستی. بله، اگر 1 ثانیه ایستی البته نه آمیخته نمیگرده. بله بله. شما گفتید که 1 ثانیه نایستی. انا میدونید چی؟ من فکر میکنم که 4 ثانیه میایستیم. برای چی؟ میدونید من فکر کردم برای چی اینقدر قوت نیست برای من هر دفعه این خیلی نبود. میدونید برای چی؟ ما پیشبند رو فراموش کردیم. انا برای همین با نوبت دوستان اول پیشبند رو من میبندم، کوفتن میگیرد برای اینکه چون که گفتیم باید خوراک 1 ثانیه خوراکی که ما آماده میسازیم کوچی باید 1 ثانیه نایستیم و اکنون کلتک رو من میگیرم و شما خودتون پیشبند رو میبندید. دوستان عزیز، تماشابینان عزیز، ما از شما عذر میپرسیم و خیلی حالت ها میشود. خب گفتید که فعالیت خود رو عموما از فعالیت سرودخوانی از کجا آغاز کردید؟ چه خیلی کی و چی شما رو وادار کرد که ما کسب سرایندگی رو انتخاب کنید؟ وقتی که من صنف 7 یا 8 بودم در ولایت قرغان‌تپه آزمون اندلیب گذشته بود. ناحیه های ما از طرف ناحیه خوالینگ بودیم و
бо ноҳияи бохтар. یعنی که آزمون میان دو ناحیه، ناحیه باختر و خوالینگ بود. бале бале ҳам ба ҳайси рақоса ҳам ба ҳайси сароянда баромад карда будам. هم رقصه هم سراینده. бале ҳам рақси яка буд ва ҳам суруди яка. رقص یکه و سرود یکه هر دویش. бале بهترین. بعد از کدام از سرایندگی یا که از سرودخوانی از کدام شما غالب برآمدید؟ аз ҳар дуяш. اینقدر آماده کردن این خوراک اینقدر مشکل است ولی خیلی قدیم است. تاریخی خیلی کهن دارد. بله. برای چی ما از همین خیلی مشکل است و باز تا حال آماده می‌سازند. یعنی که این مزه خیلی خوب و فایده خیلی کلان نیز دارد. бале бале ин таом фоидаи калон дорад ва инсон дар вақти наҳор фоидааш хубтар аст дар вақти наҳорӣ. ҳангоми субҳгоҳон. бале дар вақтҳои пеш занҳо дар дегҳои калон бо калтакҳои аз индам калон. бале бале дастаи омода бел, месохтанд то дар табақҳои калон мебардоштанду як қишлоқ одамро даъват мекарданд ки омода кочӣ. خب دوستان عزیز خوراک آماده نموده ما کوچی که ما الکی آماده کرده استودیم برای یک قشلاق آدم نیست و برای چند نفر است؟ برای 3-4 نفر. برای 3-4 نفر آماده می‌گردد. بله. شوربا در اویله‌ی ما خوراکی анъанавӣ ва дӯстдошта аст. онро ман бо гӯшти устухондор тайёр мекунам. инро бибиам ба ман ёд дода буд. гап дар сари он аст ки ман асрори худро дорам. ман аз бульёни маги бо таъми гӯшти гови устухондор истифода мекунам ва асрори бо лаззати خوراки ман аз ҳамон аст. бо мувофиқати аълои сабзавоту иловаҳо дар бульёни маги бо таъми гӯшти гови устухондор خوراک бениҳоят бомазза аст. таоми худро бо бульёни маги лаззати бештаре бубахш. دوستان عزتمند وقتی که شما شبکه سفینه را موندید و من با یک کلتک درون دیگ را کوفته ایستادم شما حیران نگردید زیرا در مهمانی ما امروز زرینه هاشم حضور دارند و او یک خوراک خیلی خوب و خوراک قدیمه تاجیکی را آماده کرده ایستاده. انیقترش او گفته است و من آماده کرده ایستادم. نامش چی است؟ کوچی. کوچی و خوردن کوچی اونقدر آسان نیست با اون خاطر که پیش از آنی که کوچی آماده میگردد باید 1 ساعت اون رو کوفت و برای همین وقتی که ما این رو بسیارتر میکوبیم کمی آب رو میریزیم که بله سبک شود. کوفتنش سبک شود. بله بله. خب شما در یک مدت کوتاه در یک وقت معین در یک چند انسامبل فعالیت کرده اید. اطراف همین فعالیتتون در انسامبل ها کمی میگفتید. اولا در انسامبل گنجینه کار میکردم. بعدا سخت تکک دارید که من خیلی کردن بود. بعدا تفتون نرود از استودیو بیرون. بعدا در انسامبل فلک کار میکردم. کمی در انسامبل روشنا هم کار کردم. خب انمون فکر میکنم که وقتی که شما انسامبل فلک گفتید در اینجا بیشوپه از عهده سراییدن فلک میبروید. من باوری کامل دارم و دوستان عزیز من حاضر از زرینه خواهش میکنم که یک سرودی فلکی 4 مصرع برای شما و ما زمزمه کنم. مرحمت. بله. من خودم این رو میدارم. شما آزاد باشید. خب یاری مرا بین که رو به بالا داره جان تا که سرش بریده گلها داره من در غمی و هلاکی بهوده شدم جان او جای دیگر میل تماشا داره او جای دیگر میل تماشا
داره. آفرین آفرین. میدونید چی وقتی که شما سرود رو زمزمه کرده ایستاده بودید باور میکنید کمی آسان شد گفتنی. نمیدونم برای چی این شاید تاثیری آوازی شما باشد یا اینکه الهام گرفتنی من باشد که برای اون که خوراک ما قریب تیار شدم. شده ایستاده است. خیلی خرسند کردید من رو و سرعت گفتن رو زیادتر میکنیم و یک بار دیگر برای تماشابینان خاطررسان نمایید که تا این دم ما چیکار کردیم. اول 2 کاسه آب رو انداختیم بله. بعدا دو کاسه چای میده ارد خب سیاه گندمی بله. بعدا کمی نمک با موافقی طبیعی کدبانو. شما سراینده اید کدام خوراک رو استعمال میکنید و عموما برای صیقل دادن آواز کدام محصولات لازم است؟ باید هر یک صنعتکار آواز خود رو نگاه دارد تربیت کند. اولا تخم خام نقصتر از شیر گرم هر سحر تخم خام در شکم خالی. تخم خام در شکم خالی صبحگاهان. بله. خب باز چی؟ از همین محصولاتی که شما نامبر کردید کدامشون رو خود شما استفاده میبرید برای صیقل دادن آوازتون؟ بسیارتر ما آرد بریان میگوییم. من آرد بریان رو نقص میبینم. آرد بریان رو بله. خب آرد بریان هم برای آواز فایده کلان دارد. خب دوستان عزیز خاطررسان می‌نماییم که سرپرست کلی برنامه لذت این شرکت نستله با محصولات مگ میباشد و شما این محصولات را میتوانید از مغازه‌های کشور دسترس نمایید و برای باز هم با لذت گردیدن خوراک‌هایتان استفاده برید. من موضوع اساسی سرودهای شما سرودهایی که شما میسرایید موضوع عشق است بیشتر. و من چون سوال دارم که آیا هست در میان همون سرودهایتان در وصف مادر؟ چون که شما در اینجا قید کردید که مادرتون هم هنرمند است و هم خوراک‌های خیلی لذیذ رو پخته میتواند. بله البته در این کسب‌ها باید هر یک کدبانو از عهده همه کاری خانگی برآید. براستی به همه کارهای خانگی به من مادرم کمک میرساند. بله از مادرم آموختم همه کار رو. البته خوراک‌پزی رو یک سرود مادر سرود نو است. حالا آماده نیست. یعنی به خاطر مخلصا 4 مصرعش رو زمزمه میکنم. دوستان عزیز مخلصای محترم مادران عزیز یک سرود خیلی تازه از جانب زرینه ما است برای شما و باور دارم که شما اولین شنوندگان این سرود هستید. مرحمت. مادر صفای روز و شبم از سخای توست از سخای توست. مادر صفای روز و شبم از سخای توست از سخای توست. انواری مهر و ماهی فلک از صفای توست از صفای توست. از شفقت و محبتی تو سربلندیم از شفقت و محبتی تو سربلندیم. بخت و براری عمر زی دستی دعای توست دستی دعای توست. بخت و براری عمر زی دستی دعای توست دستی دعای توست. آفرین و احسن میخوانم با همون مادران و مادرانی که ماس چنین خوراک‌ها رو آماده میسازد و در برابر این از پای تربیت فرزندان خود هستند. خب چند دقیقه شد؟ شما گفتید که یک مخصوص بوی میبرارد و بله نیم ساعت شد الکی. فکر میکنم که بوی نبرورد. نه حالا این که من مونده شدم. مونده شدید بیام کن. خب اکنون درباره مادرتون گفتید و گفتید که اون نفر بسیار سرودها نیز میسراید و شما نیز در وصف نه تنها مادر خود فکر میکنم این سرود را در وصف کلی مادران تاجیک
میسروید در روزهای نزدیک علاقه آماده میگردد همین طور نه؟ البته نصیب انشالله. وقتی که مادر من در دوره های از اوان خوردیش آن کس هم صنعتکار بودن، سراینده بودن، اویلوی بستان 1 بستان 2 و بستان 3 میگذشت. در هر سه این بستان ها اشتراک کردگی است و نگفته نماند که در آنجا یک نمودی اسباب چهارساز بابایم تراشیده است. آن اسباب رو به خوبی از عهده‌اش برآمدند و صاحب 10 خال شدند. صاحب 10 خال شدند. بله، یک طرف همون اسباب چهارساز، یک طرفش دمره، یک طرفش غیژک، یک طرفش رباب و دیگرش ستار. یک اسباب. بله، در یک چوب 4 نمود اسباب تراشیدگی. بله. و نام این چهارساز. چهارساز. بله. خیلی خوب. و در برابر من از شما گفتنی هم پرسیدنی هم که شما از نواختن عهده نواختن یگان اسباب موسیقی میبروید یا نه؟ بله، به غیر از اسباب های نفسی از عهده دیگر اسباب ها میبرویم. به قول دمره، رباب، غیژک، فورتپیانو میگویم. از عهده همه هم میبروید شما؟ بله. احسن. و برای همین اثبات همین گفته ها من در اینجا یک اسباب موسیقی است، مرحمت، من برای شما میارم. نه در اینجا است. بین دوستان از مانده شدن دیگر نمیدونم با کدام طرف رفته ایستادم. دوستان عزیز، این دمره است و در اثبات سخنهای زرینه ما میسنجیم که از عهده نواختن یگان نمود اسباب به موسیقی میبراید یا نه. مرحمت. دوستان عزیز، یک نوای خیلی خوب، نوای دمره در اجرای سراینده زرینه هاشم. مرحمت. Палови мамиздор. Тарзи тайёр кардани хӯрок. Гӯшти гӯсфандро 4 кунҷа мебурем, ба дег 3 стакон об рехта гӯштро меандозем. ҷӯшонда кафкашро мегирем. Сарпӯшашро пӯшонда дар оташи паст 1 соат то мулоим шудани гӯшт мепазем. Дар товаи начандон калон дар равғани растанӣ пиёзро 5-6 дақиқа тав медиҳем. Помидорро майда реза карда, ҳамроҳи қаламфур, зираю мурчи куфта, қиёми помидор ба 2 дона маҳсулоти магги ба това андохта 5 дақиқа тав медиҳем. маҳсулоти бирёншударо ба деги гӯштдор меандозем. дар мавриди зарурӣ об илова мекунем ва биринҷро меандозем. дар оташи паст биринҷро меҷӯшонем ва 20 дақиқа дам меандозем. палови тайёршударо дар лаличаҳо кашида, болояшро бо мавизу бодоми бирён ором медиҳем. ҷузъҳои таркибӣ: маҳсулоти магги барои гӯшт 1 қошуқчаи чойнӯшӣ, об 1 литр, гӯшти гӯсфанд 600 грамм, биринҷ 500 грамм, бихпиёз 300 грамм, помидор 300 грамм, бодоми бирён 50 грамм, мавиз 50 грамм, равғани растанӣ 3 қошуқи хӯрокхӯрӣ, зираи куфта 1 қошуқи хӯрокхӯрӣ, қиёми помидор 1 қошуқи хӯрокхӯрӣ, қаламфури куфта 1 қошуқи чойнӯшӣ, мурчи сиёҳи куфта 2 грамм. бо иштиҳои том. ягон кас буд барои сайёронда шудани шумо монеагӣ мекард, умуман зид буд дар оилаатон? ман дар назар дорам. бале, падарам аввал розӣ набуданд ки ман сароянда шавам. бештар мардҳо розӣ намешаванд ки духтаронашон сароянда шаванд. бале, бале. хоб баъд чӣ шуд? баъд дар хона сурудҳои хонум гугушро замзама мекардам. падарам аз паси дар нохост овозхонии маро гӯш карданд. баъд офарин гуфта қасам заданд ки офарин метавонистай. суруд хонда метавонистай дар ҳақиқат? бале, бале. беҳтарин, хеле баъд хуб. гуфтанд ин кас ба ту маъқул. ман гуфтам бале, ин касбро дӯст медорам аз хурдӣ. ягон касби дигарро интихоб карда натавонистам. хуб, метавонед як 4 мисраи аз сурудҳои гугуш замзама кунед? бале. марҳамат.
امروزا که شهر عشق خالی ترین شهر خداست، خنجر نامردمی حتی تو دستی سایه هاست. امروزات فرا میشه به آسونی خرید، معنی کلام عشق خالی ترین باد هواست. خیلی خوب. برای زن عموما مشکل نیست سراینده بودن؟ البته در دنیا یگان کاری نیست که مشکل نباشد و باید از عهده همه کارها برآمدن در کار. بله. باز یک چیز دیگر من مشاهده کردم و تا جایی که من معلومات دارم، شاید من خطا کنم، و در کدام کنسرت یا که در کدام محفل که شما باشید، عموما من فقط شما رو با لباس ملی تاجیکی دیدم. عموما من شما رو با لباس اروپایی ندیدم. این چی؟ این عموما بله. خود شما چون این مقصد گذاشتید یا که چون گفتید که من فقط باید با لباس‌های ملی تاجیکی برایم میام که البته با دختر تاجیک البته لباس‌های ملی تاجیکی میزیبد. باید هر یک ملت در کدام مملکتی که نباشد در خودی کشور خود بله طرز نه برای طرز لباس پوشی و صنعت ملی خیش رو در دیگر شهرها باید در دیگر مملکت‌ها معرفی نماید. بله معرفی نماید. من دوست می‌دارم که همه وقت لباس تاجیکی داشته باشم. یعنی که لباس تاجیکی باور نماید. بله. خیلی خوب. و عموما زندگی خانوادگی چه خیلی است؟ چند فرزند هم دارید؟ شکر خدا صاحب 2 فرزند هستم. یک تا پسر و یک تا دخترچه. پسرم در مکتب میانه میخواند، صنف 10 و دخترچه هم 1 ساله و 2 ماه است. 1 ساله و 2 ماه است. بله. الکی 40-50 دقیقه شد همینطور نه؟ بله. ما حاضر برای برداشتن تمام طبقچه رو آماده میسازیم. جمشید بیو من میکنم و من کفلیز در کار. خب باز چی در کار است؟ آوردم این رو روغن، شیر، کفلیز، کلتک، مسکرا هم بیو. الکی همش آماده است. دوستان عزیز، قسمت اساسی برنامه، قسمت خیلی خوبی که من خیلی دوست می‌دارم و به صبرانه انتظار می‌شوم، همون وقتی که خوراک آماده می‌گردد و به ظرف یا که طبق اون رو می‌بردارم. اکنون خوراک ما آماده گردید و اون رو به طبق می‌بردارد زرینه و خاطررسان می‌نماییم که خوراک نام دارد کوچی، خوراک خیلی قدیمی است و گذشتگان ما نیز این رو آماده می‌کردند و فکر می‌کنم که بعضی شما نیز آماده می‌سازید و مزه اون رو چشیده اید. و راستی گپ من باشم اولین مرتبه می‌چشم و می‌گویم که مزهش چگونه است. الکی ما این رو برداشتیم و فقط در اینجا آب، نمک رو ایلوه کردیم به مدت 45-50 دقیقه آمیخته کردیم. شیر رو از بالایش بله اول روغن رو به بالایش میمونیم، بعدا شیر رو میریزیم، بعد هر سه این رو با هم آمیخته میکنیم و خوردن شروع میکنیم. بعد دوستان عزیز، خوراک ما پر را آماده گردید. فقط یک چیز، فقط خوردن در کار، چشیدن در کار و طعم و لذت اون را به شما گفتن در کار و خلاص. مرحمت اول شما. اول من. بله. این یگان طرز خوردن دارد یا که فرق ندارد؟ طرز خوردن دارد. نه پیچوندن در کار؟ بله. با شیر و مسکه همراه کرده من خیلی پیش از من شما خوردید؟
در حقیقت میدونی چی خوراک رو من بسیار خوردم، خوراک ملی توجی که خوراک دیگر ملت ها رو بسیار نه به هر حال چشیدم، ولی عموما یک طعم خاصی داره. تشکر زیاد که شما اومدید، تشکر زیاد که یک خوراک خیلی خوب و قدیمی که قریب از بین رفته است با نام کوچی برای ما آماده نمودید. و دوستان عزیز در آخر یک سرود خیلی خوبی زرینه خوشیم برای خود شما. مرحمت. کاش چشمکم گریانه چشم کش گریانه در دلکم لخچه علو جیگرم بریانه جیگرش بریانه در دلکم لخچه علو جیگرم بریانه جیگرش بریانه مردما میگه غم نخور یارکت میآید مردما میگه غم نخور یارکت میآید یار شیرین تا میآید جان شیرین میبراید جان شیرین میبراید شیرین تا میآید جان شیرین میبراید جان شیرین میبراید پیشم تا بیای خدا را دارم زاره غیر ای زاره دیگر چی دارم چاره دیگر چی چاره غیر ای زاره دیگر چی دارم چاره دیگر چی چاره شو می سوزم روزی دراز می سوزم شو می سوزم روزی دراز می سوزم تلخی غمی تو سوختنی شیرین داره شیرین داره تلخی غمی تو سوختنی شیرین داره یار دارم ای غم کاش چشمکم گریانه چشم کش گریانه در دلکم لخچه علو جیگرم بریانه جیگرش بریانه در دلکم لخچه علو جیگرم بریانه جیگرش بریانه کاش چشمکم گریانه چشم کش گریانه در دلکم لخچه علو جیگرم بریانه جیگرش بریانه در دلکم لخچه علو جیگرم بریانه جیگرش بریانه مردما میگه غم نخور یارکت میآید مردما میگه غم نخور یارکت میآید یار شیرین تا میآید جان شیرین میبراید جان شیرین میبراید شیرین تا میآید جان شیرین میبراید جان شیرین میبراید یار شیرین تا میآید جان شیرین میبراید. تشکر زیاد و از نام سرپرستی برنامه لذت شرکت نسله با محصولات های مگی این تحفه برای شما و دوستان عزیز اینجا باشد برنامه لذت با آخر میرسد تا دیدار نوبتی سربلند باشید و در آخر یک عرض